خب آقای سعیدی، من اگر از بین این کالیته هاتون رنگ بله. موکا رو انتخاب کنم برای اتاق خوابم به عنوان پرده چه کاری پیشنهاد میدین؟ خب یه کار ضخیم برام اومده، فوق‌العاده زیباست، ارز سمت و احتیاج به آسترین نداره و با این رنگ‌های موکا فوق‌العاده زیبا میشه. رنگ بندی این کار متنوع است و هم رنگ‌های تو سبک بژ و موکا داره و هم رنگ‌های دیگه. این طیف رنگی اگر که انتخاب من آبی مه‌آلود باشه، شما سبک پرده‌ای که به معرفی میکنین چه کاری؟ خب رنگ آبی جز رنگ‌های ساحلی و دکوراسیون ساحلی هستش. معمولاً باید پرده‌های انتخاب بشه که نازک و سبک باشن، نور رو رد کنن. این کالیته‌ای که برامون اومده فوق‌العاده کارهای زیبایی داره. می‌تونیم از رنگ‌های آبیش استفاده کنیم. پیشنهادم اینه یه پرده یا تیره‌تر یا روشن‌تر از اون رنگی که انتخاب می‌کنید کنار کاغذ دیواری ست بشه.